چه کسی به بیرون نگاه می کند؟ خواب. چه کسی به داخل نگاه می کند؟ بیدار می شود. کارل یونگ متوجه شده اید که چگونه روز به روز تلاش می کنیم تا دیگران را دوست داشته باشیم. ما سعی می کنیم قوی تر، باهوش تر، موفق تر به نظر برسیم. ما نسخه های ایدئال از خودمان را برای به دست آوردن پذیرش، تعارف و محبت ایجاد می کنیم. اما چرا حتی توسط مردم احاطه شده است، ما اغلب احساس تنهایی می کنیم؟ حقیقت این است که یک خلا وجود دارد که پر از تشویق نیست. به نظر می رسد سوراخ داخلی که دوست ندارد تعارف یا آغوش باشد. و این جایی است که دردناکترین پارادوکس وجود انسان زندگی می کند. همانطور که در خارج به دنبال عشق هستیم، منشا زخم را نادیده می گیریم، قطع ارتباط با کسی که واقعا هستیم. زیرا در اعماق هیچ کس نمی تواند ما را دوست داشته باشد تا اینکه واقعا یکدیگر را ببینیم. و این مربوط به ظاهر، برنامه درسی یا شهرت نیست. این در مورد روبروست، بدون ماسک، هر آنچه را که به ما آموزش داده شد برای پنهان کردن. کارل یونگ به ما هشدار داد که مهمترین سفر ما به سمت موفقیت یا پذیرش خارجی نیست، بلکه به سمت دنیای درونی ما است. او گفت آنچه ما در خودمان انکار می‌کنیم در نهایت کنترل ما را کنترل می‌کند. یعنی هر آنچه ما در زیر فرش بازی می‌کنیم، ترس، عصبانیت، ناامیدی و ناامنی، همچنان در سکوت عمل می‌کند، روابط ما را خراب می‌کند و مهمتر از همه احساس شایستگی عشق. سایه، همانطور که یونگ او را صدا کرد، دقیقاً این سمت پنهان روان ما را نشان می‌دهد. طرفی که سعی می‌کنیم پنهان شویم زیرا معتقدیم این امر باعث می‌شود مهربان‌تر، کمتر پذیرفته شود. اما دقیقاً در استقبال از این بخش است که ما اولین قدم را به یک زندگی معتبرتر اما دوست داشتنی تر بردیم. سایه دشمن نیست. او یک دعوت است. فراخوانی برای نگاه با شجاعت به سمت داخل و تشخیص اینکه چه کسی کامل هستیم. برای لحظه‌ای تصور کنید که تمام زندگی خود را صرف تلاش برای پاک کردن بخش‌هایی از خود می‌کنید. به نظر می‌رسد که می‌توان قطعات را از روح بیرون کشید و هنوز هم انتظار داشته باشد که کسی اون را کاملاً دوست داشته باشد. این تله‌ای است که بسیاری از آنها سقوط می‌کنند. آنها نسخه‌های ایدئال از خودشون ایجاد می‌کنند و سپس ناامید می‌شوند زیرا هیچ کس نمی‌تواند جوهر آنها را ببیند. اما چگونه کسی می‌تواند آنچه را که پنهان کرده‌اید دوست داشته باشد؟ چگونه کسی می‌تواند شما را تشخیص دهد اگر حتی خودتان را تشخیص دهید؟ یونگ می‌دانست که عشق واقعی از وقتی که فرار می‌کنیم شروع می‌شود. هنگامی که ما از انکار آنچه ما را می‌ترساند متوقف می‌کنیم و با دلسوزی روبرو می‌شویم. سفر به دانش خود یک جاده مستقیم نیست. این یک پیچ و خم است. اما هر منحنی ما را به ذات خود نزدیک می‌کند. و این جایی است که توانایی ما برای دوست داشتن و دوست داشتن در آن نهفته است. در اساطیر چهره‌ای وجود دارد که این روند را به خوبی نشان می‌دهد، پرسفون. او که به دنیای زیرزمین تبدیل شده بود، در ابتدا خود را در یک مکان تاریک و ترسناک به دام می‌اندازد. اما در پذیرش وضعیت جدید خود، او به ملک حادث تبدیل می‌شود و قدرت و خرد را در آنچه که زمانی فقط درد بود پیدا کرد. بنابراین برای ما نیز اتفاق می‌افتد. وقتی به دنیای زیرزمینی خودمان می‌رویم، اون فضای درونی که از بازدید خودداری می‌کنیم، می‌تونیم گنجینه‌های فراموش شده را پیدا کنیم. عصبانیت در صورت استقبال، محدودیت‌هایی را نشان می‌دهد. ترس وقتی درک شد، به آنچه ما ارزش داریم اشاره می‌کند. غم و اندوه وقتی شنیده می‌شود، آنچه را که ما از دست می‌دهیم و چه چیزی مهم است، نشان می‌دهد. هر احساسی که سرکوب می‌کنیم در واقع یک پیام رسان است. و تا زمانی که این پیام‌ها را بشنویم، ما همچنان الگوهایی را تکرار می‌کنیم و روابطی را به خود جلب می‌کنیم که زخم‌های ما را آینه می‌کند و احساس می‌کند که عشق همیشه کمی فراتر از دسترس ما است. آیا متوجه شده اید که چند بار خرابکاری کرده اید؟ چند بار به عشق نزدیک شده است، اما قبل از احساس آسیب پذیری از بین رفت؟ چند بار اعتقاد داشتید که کافی نیست؟ این تصادفی نیست. این بازتاب یک ناخودآگاه زخمی است که هنوز تحت این منطق عمل می کند که دوست داشتنی باشد، لازم است پنهان شود. اما اینطور نیست. عشق واقعی از کمال متولد نمی شود. او از حقیقت متولد شده است. او وقتی شجاعت این را داریم که نشان دهیم چه کسی هستیم، شکوفا می شود، حتی ترس از رد شدن. و به طور متناقض، دقیقاً این آسیب پذیری است که ما را انسانی تر، نزدیک تر، لمس کننده تر می کند. یونگ می گوید شفابخشی در ادغام است.
ادغام این است که آنچه را که از هم جدا شده است متحد کنید. این نور را به سایه می آورد. این به همه قسمت‌های ما اجازه می‌دهد تا در همون جدول احساس کنند. فقط در این صورت اعداد صحیح می‌توانیم عشق دیگری را ارائه دهیم که نیازی به ماسک ندارد. عشقی که از پذیرش عمیق خود متولد می‌شود. آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا ما همون الگوهایی را در روابط تکرار می‌کنیم، حتی اگر این بار متفاوت باشد؟ به نظر می‌رسد که ما یک رادار داریم که همیشه ما را به همون نوع درد می‌برد، همون ناامیدی، همون خالی است. کارل یونگ این رو با یک عبارت قدرتمند توضیح داد: تا زمانی که آگاه نشوید، ناخودآگاه زندگی شما را هدایت می‌کند و شما را مقصد می‌نامید. این بدان معناست که تا زمانی که واقعاً ببینیم چه چیزی ما را به داخل سوق می‌دهد، ما در یک چرخه تکراری به دام می‌افتیم. بعد شانس یا مجازات نیست. این ناخودآگاه در تلاش است تا توجه ما را به خود جلب کند. این سایه‌ای است که روی درد می‌کوبد. و تا زمانی که ما وانمود کنیم که وجود ندارد، به شکلی آرام و بی امان انتخاب‌های ما را شکل می‌دهد. سفر به دانش خود لوکس نیست. این ضرورت است. از آنجا که فقط وقتی الگوهای خود را درک می‌کنیم، دردها و ترس‌های ما می‌توانیم شروع به تغییر آنها کنیم. بسیاری بر این باورند که عشق واقعی باید از خارج، مانند هدیه، دستاورد یا نوعی معجزه، به وجود بیاید. اما یونگ به ما آموخت که ما فقط میتونیم واقعا دوست داشته باشیم وقتی جلوی پروژه دیگری رو که فاقد اون هستیم متوقف شویم. این بدان معنی است که ما اغلب با شخص واقعی ارتباط نداریم، بلکه با یک خیال، تصویری ساخته شده از نیازهای ما. وقتی این اتفاق بیفتد، ناامیدی اجتناب ناپذیر است. هیچ انسانی نمیتواند وزن تکمیل دیگری را تحمل کند. دوست داشتن کسی که امیدوار است، این شخص آنچه را که در ما خالی است پر کند، مانند ساختن خانه روی شن است. اولین باد قوی همه چیز را رها می کند. بنابراین پایه باید محکم باشد. و این پایه فقط در داخل ساخته شده است. وقتی همه خودمان را می بینیم، با چراغ و سایه، و با این حال ما تصمیم می گیریم که از خود استقبال کنیم، یک فضای داخلی ایجاد می کنیم که در اون عشق سرانجام می تونه شکوفا شود. اما نگاه کردن به داخل آن آسان نیست. راه دردناک است، زیرا ما را مجبور می‌کند توهماتی را که در طول زندگی ایجاد می‌کنیم، بشکنیم. یونگ گفت، درخت در حال رشد به آسمان باید ریشه‌های عمیقی در جهنم داشته باشد. این بدان معناست که هرچه بیشتر به دنبال تکامل هستیم، بیشتر نیاز داریم تا به شکاف‌های خودمان شیرجه بزنیم. شما نمی‌توانید از آن فرار کنید. رشد ناشی از دردی است که تصمیم گرفتیم با آن روبرو شویم، نه اون چیزی که از آن اجتناب کردیم. در این شیرجه است که ما با بخش‌هایی از ما که فراموش شده، رد شده یا مجروح شده‌اند، ملاقات می‌کنیم. و هر یک از این قسمت‌ها قطعی از حقیقت ما را حمل می‌کنند. بخشی از تاریخ ما. با نجات آنها، ما کامل‌تر می‌شویم. و فقط کسی کل می‌تواند بدون گم شدن دوست داشته باشد. فقط کسی که کل میتواند بدون تلاش برای شکل دادن، کنترل یا پر کردن خلا به یکدیگر نگاه کند. اگر با دقت نگاه کنیم، بیشتر درد عاطفی ما ناشی از احساس عدم دیدن یا درک نیست. از سنین پایین، ما یاد گرفته ایم که چه کسی را پذیرفته ایم. ما گریه را بل میکنیم، تکانه ها را سرکوب میکنیم، روی ماسک میگذارند. و با گذشت زمان، ما فراموش میکنیم که ماسک به پایان میرسد و چهره واقعی شروع میشود. یونگ این را یک فرایند خطرناک میدید. هرچه بیشتر از نفس واقعی خود دور شویم، تایید خارجی میکنیم. و این وابستگی ما را تضعیف میکند. این امر ما را ناامن، اضطراب و آسیب پذیر در برابر انواع دستکاری ها میکند. اما وقتی شروع به نجات هویت خود میکنیم، تا با ذات خود ارتباط برقرار کنیم، چیزی تغییر میکند. ما از عشق گدایی متوقف شدیم. ما شروع به انتخاب روابط در حقیقت کردیم، نه نیازمند. آزادی عاطفی ناشی از شجاعت بودن به کسی است که ما هستیم، حتی اگر شما را بترساند یا آزار دهد. به همین دلیل است که فقط وقتی حقیقت را در مورد خودمان می‌بینیم، می‌تونیم در واقع دوست داشته باشیم. نه برای یک نسخه ایدئال، نه برای نقشی که ما بازی می‌کنیم، بلکه برای کسانی که واقعاً هستند. و این یکی از رهایی بخشترین تجربیاتی است که می‌توانیم داشته باشیم. وقتی کسی ما را با تمام نواقص، نقص‌های ما، طرف‌های تاریک ما دوست دارد. این عشق بهبود می‌یابد. اما برای زندگی آن، ابتدا باید خودمان را دوست داشته باشیم. یونگ گفت که روند فردیت، این مسیر از خود دانش و ادغام، همون چیزی است که به زندگی معنا می‌بخشد.
و معنی دقیقاً همون چیزی است که ما وقتی می‌خواهیم عشق می‌خواهیم. در اصل عشق فقط نام دیگری برای تمایل به دیده شدن، درک و پذیرش است و از درون شروع می‌شود. وقتی با صداقت به خود نگاه می‌کنید، از عشق خود استقبال کنید و سایه‌های خود را با فروتنی بپذیرید، اتفاق جادویی رخ می‌دهد. شما به خانه‌ای تبدیل می‌شوید که در دیگران خیلی جستجو کرده اید. زمانی فرا می‌رسد که پس از تلاش‌های فراوان، ناامیدی‌ها و محافل، تنها راه خارج شدن در داخل است. حتی می‌توانید سعی کنید فرار کنید، پریشان شوید، آن را در جهان، مردم، مقصد سرزنش کنید. اما حقیقت این است که هیچ یک از این مسیرها به عشقی که واقعاً می‌خواهید منجر نمی‌شود. کارل یونگ گفت: تنهایی به معنای تنها بودن نیست، اما قادر به برقراری ارتباط با چیزهایی نیست که برای شما مهم است و چگونه چیزی را که هنوز در خودتون درک نکرده اید ارتباط برقرار می‌کنید. اگر هنوز سعی می‌کنید بفهمید که چه کسی هستید. پاسخ این کار سخت اما آزاد کننده است. شما باید به داخل برگردید. و در این بازگشت، بخش‌هایی را پیدا خواهید کرد که صدمه دیده است. بله. اما این همچنین با قدرت، نور و توانایی واقعی شما در عشق شما مطابقت خواهد داشت. از آنجا که شما فقط احساس دوست داشتنی می‌کنید که آموخته اید، ابتدا خود را به عمق ببینید. یکی از دردهای بزرگی که در زندگی با آن روبرو هستیم احساس کافی بودن نیست. این می‌تواند به عنوان کمالگرایی، ناامنی، خودآزمایی یا حتی غرور اغراق آمیز مبدل شود. همه اینها مکانیسم‌های نفس در تلاش برای محافظت از خود آسیب دیده هستند. یونگ درباره این درگیری بین نفس و خود آگاه و خود عمیق و واقعی صحبت کرد. نفس می‌خواهد کنترل یا شناخت یا اعتبار سنجی را داشته باشد. اما خود تمامیت، حقیقت و معنی را می‌خواهد. تا زمانی که ما فقط در حوزه نفس زندگی می‌کنیم، همچنان اعتقاد خواهیم داشت که عشق باید فتح، اثبات شده، تضمین شود. اما وقتی با خود ارتباط برقرار می‌کنیم، می‌فهمیم که عشق چیزی نیست که بعد از اون اجرا شود. این چیزی هست که وقتی کامل حضور، در حال وصل شدن به کسانی که واقعاً هستیم، در ارتباط هستیم. عشق واقعی نیازی به تلاش ندارد. او به حضور احتیاج دارد. تصور کنید که در داخل شما خانه‌ای وجود دارد. سالهاست که درها را قفل می‌کنید، چراغ‌ها را خاموش می‌کنید، مبلمان را فشار می‌دهید تا ترک‌ها را پنهان کنید. اکنون این خانه ساکت، تاریک و بی‌نظم است. و شما انتظار دارید که کسی وارد شود و احساس استقبال، راحت و دوست داشتنی در آنجا کند. این اتفاق نخواهد افتاد. ابتدا باید پنجره‌ها را باز کنید، گرد و غبار را جارو کنید، چراغ‌ها را روشن کنید. این کار سخت است. بعضی اوقات دردناک است. اما این گونه خانه آماده می شود. بنابراین با دنیای درونی ما است. وقتی شروع به تمیز کردن گوشه‌های تاریک خود می کنیم، به فضایی از عشق تبدیل می شویم. و بعد، وقتی کسی نزدیک می شود، هیچ ویرانه یا دفاع پیدا نمی کند. درست می یابد. بشریت را پیدا کنید. و این جایی است که عشقی که باقی می ماند متولد می شود. زیرا این مبتنی بر توهمات نیست، بلکه بر ریشه‌های عمیق است. این روند یک شبه اتفاق نمی افتد. و این یک راه مستقیم نیست. روزهایی خواهد بود که می خواهید به نسخه‌های قدیمی خود برگردید. مواقعی وجود خواهد داشت که پوشیدن ماسک آسان‌تر از نشان دادن صورت باشد. اما هر بار که شما درست است، حتی اگر ترسیده باشد، یک قدم نزدیک به عشق مورد نظر خود خواهید بود. یونگ قول پاسخ آسان را نداد، اما او نقشه‌های ما را ارائه داد. نقشه برای روح. وی گفت اول از همه برخورد با خودش، برخورد با سایه خودش است. برای این جلسه شجاعت می کند. اما این اوست که همه چیز را تغییر می دهد. چون وقتی خود را پیدا کردید، خود را می شناسید. و کسانی که خود را می شناسند دیگر نیازی به محبت ندارند، زیرا او یاد می گیرد که خود را از درون به بیرون تغذیه کند. در پایان، آنچه شما به دنبال اون هستید کسی نیست که به هر حال شما را دوست داشته باشد، بلکه کسی است که شما را کامل می‌بیند و هنوز هم می‌خواهد بماند. اما برای زندگی این، شما باید اولین کسی باشید که این انتخاب را انجام دهید. شما باید صادقانه نگاه کنید، با دقت گوش دهید و با دلسوزی بغل کنید. فقط در این صورت عشق دیگر یک ایدئال غیرقابل دستیابی نیست و به یک واقعیت ممکن تبدیل می‌شود. لازم نیست کامل باشید. شما باید کامل باشید. و تمامیت از تایید دیگران ناشی نمی شود، بلکه از استقبال عمیق همه چیز شما است.
باشد که این فیلم دعوت به این سفر بوده است. و اگر او چیزی را در درون شما لمس کرد، شاید وقت آن رسیده است که خانه داخلی خود را تمیز کنید. شاید سرانجام شما آماده هستید که واقعاً خود را دوست داشته باشید. و هنگامی که این اتفاق بیفتد، عشقی که از بیرون به وجود می آید فقط بازتابی از نوری است که در داخل اون روشن می کنید. اگر این پیام با شما صحبت می کرد، اگر منطقی بودید، اگر شفافیت یا احساسی به ارمغان آورده اید، من از شما دعوت می کنم این سفر را با ما ادامه دهید. مانند این ویدیو در کانال مشترک شوید و در نظرات آنچه را که بیشترین لمس را به شما داده است به اشتراک بگذارید. گاهی اوقات یک کلمه از شما میتواند به شخص دیگری کمک کند تا راه خود را ببیند. و در پایان این همون کاری است که ما در اینجا انجام میدهیم، یادگیری دیدن خودمان، در نهایت احساس دوست داشتن.